اگه میخوای در ارتباط با دیگران مثل یه نابغه رفتار کنی یا بازی و دستت بگیری و تو هر موقعیت اجتماعی یه قدم از بقیه جلوتر باشی، این 11 تا ترفند روانشناسی رو جدی بگیر که ترفند 11 خیلی خیلی خفنه. 1. ارتباط چشمی به اندازه نگاه کنی، نه زیاد که طرفتون معذب بشه، نه کم، حدوداً 3 ثانیه. 2. لبخند شروع کننده اعتماده. وقتی اولین لبخند رو میزنی مغز طرف مقابل میاد شما رو تو دسته دوست خودش قرار میده. 3. آینه رفتار کن، مثلا زبون بدنتون، مثل حرکات تون صدا، ریتم حرف زدن تو بیاین با فرد مقابل هماهنگ کنید، اینجوری حس صمیمیت میاره. 4. اسم شخص رو تو حرفاتون استفاده کنی. با این کار 2 تا هدف رو نشونه گرفتی، هم اسم طرف توی ذهنتون ثبت شده و اینکه طرف مقابل میگه آره مهمه. 5. جای نشستنتون رو با دقت انتخاب کنید. مثلا اگه قراره با یه فرد به جر و بحث کنی، کنارش بشین تا روبروش. با این کار حس تهدید شدن کمتری میکنه. 6. رنگ لباسه که شخصیت شما رو نشون میده. مثلا رنگ آبی تیره نماد قابل اعتماد بودنه، یا رنگ خاکستری نماد شیک و مطمئن بودنه و مشکی که دیگه میدونید نماد با کلاسی و سطح بالاست. 7. گوش دادن فعاله، یعنی وقتی طرف مقابل صحبت میکنه سر تکون بده یا آخرین جملهش رو بیا تکرار کن، یا یه سوال کوتاه بپرس. فرد مقابل تو ذهنش میگه این دیگه منو داره درک میکنه. 8. مکس طلایی، سوال که میپرسه 1 ثانیه مکس کن بعد جواب بده، این مکس اعتماد به نفس خالصه. 9. تعریف های کوچیک ولی واقعی، همه افراد دیگه میدونید تعریف شنیدن رو دوست دارن و این حس صمیمیت میاره. 10. وانمود کن که راحت هستی. اگه فکر میکنی که با آشنا شدن با یه فرد جدید مشکل داری، وانمود کن که مشکل نداری. اینجوری هم مغزت گول میخوره و فکر میکنه طرف مقابل میشناسه و این اضطراب تو کم میکنه. 11. خفن‌ترین ترفند، به گروهی که نزدیک میشین به پاهاشون دقت کنید که آیا پاهاشون به سمت شما برمیگرده، که این نشانه خوشامدگویه. ولی اگه بدن طرف مقابل بدون اینکه پا تغییر کنه به چرخه، نشونه اینه که موقع خوبی نرفتی. اگه فکر میکنی احترامت داره توی جنگ کم و کمتر میشه، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین تا بدونی چه رفتارهایی باعث این موضوع میشه.